دخترم تو هم فردا همراه معلم‌ها و همسنفیت خداحافظی کو. چرا پدر؟ از زیبا تو را مکتب روان کردن نمیتونم دخترم. پدر این دیگه از کجا برآمد وهاب؟ کاری که به حق بهار کردی کفایت چی نکرد؟ کردیم؟ بهار یکم در خرج خانه کمک میشه اما بازم کفایت نمیکنه. بهار از مکتب کشیدی ممانعت که تا نتونستم، اما این دختر باید درسش بخونه. چطور میتونه بخونه؟ از یک طرف مریضی تو، از طرف دیگه مصارف خانه و دیگه این دختر ما را تباه کردین. تباه. بس از دیگه پدر، من که حداقل پروین بخونه. پیسه که من میارم چی چیزت نمیشه. این پیسه است که تو میاری. اگر مشکل نداشته باشیم چرا تو را مکتب روان نکنیم؟ این دفعه برات اجازه نمیتون وهاب. میگی پیسه نیست؟ درست است. اگه لازم باشه از این بابات مام کار میکنم، اما دخترم به مکتب روان میکنم. ها در حالت مریضی چطور میتونی کار کنی؟ تو کجا و کار کردن کجا؟ کار میکنم، از خاطر خواندن دخترم هر چیز میکنم. این دفعه مرا مانع شده نمیتونی. دیگه کدام گفتنی داری؟ روانش کو ببینم. روانش کو. مکتب روان کردن آسان نیست. باز خواد دیدی. پیش از پاک کردن شیشه این میز این طرف کشکو و پشتشان پاک کن. یادت نره زیر تختم خوب پاک کنی. درست است؟ تو کدام مشکلی داری؟ خسته نمیتونی؟ نه کدام مشکلی نیست، من خوب هستم. خود درست است. کوشش که کارا پس نمانم. من میرم. خداحافظ. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا تو کمکم کن. صبح بسیار روز خسته کن خواهد بود. یادتون است هوا کمی وقت‌تر بین. درست است سایب. مادر تو خوب هستی؟ این خلطه رو بده به من. خوب هستم دخترم، خوب هستم، چیزی نیست. گفتم وقت رفتن تو رو هم روی خود ببرم. حتما زیاد مانده شدی. بیا. زن کاکایم از این طرف میآید. سلام الماس خواهر، چطور هستی؟ خدا را شکر فرشته جان، گزاره میکنم. بسیار وقت میشه که همدیگه رو ندیدیم. در این وقت امتحان مدیریت هست. از تو خاطر هیچ فرصت نمیشه. بهار شنیدم که مکتب ایلا کردی. هیچ پرسان نکو، پدرش نخواست که بره. بسیار گفتیم، عذر کردیم، حتی از خوشی ما کمک خواستیم که قناعتش بده، اما به گپ او هم گوش نکرد. هی الماس خواهر، تو نمیفهمی. کل فسادات از زیر پای خودش است. چطور؟ عثمان همیشه در خانه ای را میگفت که مادرش به وهاب برادر همیشه اصرار میکنه که دخترها را از مکتب بکشه. چی؟ اما او هم جگرخون شده بود. تو اوره چی فکر کردی؟ اون میخواد که دخترها به مکتب نروند تا پیسا مصرف نشه و خودش شیر و شکر کده اونا رو بخوره. وهاب برادر عقلش ازش گرفته. اول سر عثمان بسیار کار کرد، فهمید که از ما چیزی کنده نمیتونه، چشمشانو به شما دوخت. مادر کلانم چطور میتونه این کار در حق ما بکنه؟ صبر کن بهار، یک کمی فکر کنیم. هرچی از بعد روشن شوه. این قسم بودن نمیتونه مادر. بهار بهار صبر کن. استوچو Bahar. Sen giderken İlknur evde miydi? Uyuyordu. Sen kapıyı çektin, dışarıdan kilitledin ve gittin. Fakat İlknur'da da bahçe kapısının, ana kapının bir anahtarı Demir vardı. kapı. Demir kapının. Evin kapı. کیارا میبینم. خوش آمدین. بفرمایین. چرا استاد هستین؟ بفرمایین داخل. بریم بچیم. خوش آمدین.
این کارو چرا کردین مادر کلان؟ چرا؟ ما چی کردیم دخترم؟ خاله افسوس به حالت. ما آمده از تو کمک خواستیم، ولی تو در مقابل عقل وهاب ازش گرفت و او رو مجبور ساختی که دخترها رو از مکتب بکشه. افسوس به حالت. کی؟ ما چقدر برش گفتم به خدا، حیف از گناه داره، بسیار برش گفتم اما گپ من گوش نکرد. خاله ما طفل نیستیم، از خاطر یک دو قران منفعت گناه این معصوما رو به گردن گرفتی. ما این کار نکردیم، به خدا اگر دروغ بگویم چشمم کور شد و پیش پایم بیفته. عثمان کل چیز به فرشته گفته. چی؟ یعنی بچه خودت هم دروغ میگه؟ عروس است دیگه، آتش غیب در بگیره بسوزه انشاءالله. دلتون به حال مادرم نسوخت؟ شما به خاطر گرفتن یک تلویزیونی کار در حق ما کردین، هیچ دلتون به حال ما نمیسوزه؟ با کسی که پولای بچه با میخوره و به هر طرف که دلش میشه باد میکنه چرا دلم بسوزه؟ پیسه بده مصرف مکتب دخترها، پیسه بده که ملکه صاحب تداوی کنن. این مرزی از خاله مام نمیخوایم. برو خدایت شکر کو، خوب گوش کو. اگه وهاب با این اولاداش در میدان نمیماند هیچ وقت نمیماندم که بچیم تداوی تا بکنه. خداوند این چه قسم انسان است؟ بس از دیگه حالا گم شوید از اینجا برید. شما تمام آرزوهای من برباد دادی. آرزوهاش برباد رفته، دنیا به سرتان چفه شوه. به من چی؟ اگر میخواندی فقط که به من و بچیم کدام فایدید میرسید؟ چشمای تو بجز پیسه دیگه چیزا نمیبینه؟ به بهای گرفتن گناه همین معصوم پیسه رو پرستش میکنی؟ بس از دیگه حالا گم شوید از اینجا برید. حالا براین از اینجا براین. دیگه نمیخوایم قوارایتان رو ببینم. براین گم شوین. میریم اما ایره بفهم که دیگه روی ما رو نخواد دیدی. عاقبت او هرسی که چشمایت کور ساخته فلاکت است انشالله. بریم بهار. ما یه عروسه تحصیل کرده فکر میکردیم زمانش بریده شوه انشالله. او رو هرگز نمیبخشم مادر. در دل او نه رحم مانده و نه مروت. جگر خون نشو دخترم، خداوند میبینه، ما رو هم میبینه، او رو هم میبینه. کار مقرری از کجا برآمد؟ پست مدیریت تنها در سمسون بود. عثمان چی کنم؟ ترفیع دوباره رد کنم؟ میفهمی که معاشش چقدر بلند است؟ او تو خواه است چی بفهمم؟ مادرم همیشه به فکرم میه. تو به فکرش نباش، او برای مکیدن خون یگانتا را پیدا خواد کرد، دیگه ازش خسته شده. اما اگه بسیار به فکرش هستی میتونی اینجا همراهش باشه عثمان جان. بله طبعا، و یک پیشمندم پوشیده و نگهبانیش کنم. چطور؟ من هیچ وقت نمیخوایم از همسر مدیره خود دور باشم. خدا کریم است، شاید کدام نفر بانک بزنه او رو نگهداری کنه. مادر روی زمین خنک نمیخوری؟ نه همه قسمی خوب است دخترم. چی گپ است بلبل مادر؟ چی رو پود کردی؟ مادر ببین، در مسابقه مقاله نویسی جایزه رو برام دادن. دختر گله، دختر زحمت کشم. و دیگه ای که معلم صاحب گفت که ایره به پدرت بده. ایشی است. ای بورس است. دخترم مستحق بورس شناخته شده. آفرین دخترم، آفرین. خوارک گلم، گرچه کسی ارزش خواندن در این خانه نمیفهمه، اما تو بفهم و زندگی تا نجات بده. وقتی که تو موفق میشی ما خوش میشم و همیشه در پشتت هستیم. نگران نباش. میفهمم خوار جان. ده سال بعد
برخیال زنکه افتید. زنکه افتید؟ بدم کمکش کنه. بدو خاله خوب استی؟ چی شده؟ کدام مشکل داری؟ شکرم بالا. شکر؟ تو برو یک تکسی بیار زود چه عاجل. خانم شما خوب هسته؟ شکرم. حال موتر میایه کم تحمل کنه. بالا این از استی موتر میایه. سلامت باشین. آقا رضا لطفاً بگوین که بعد از نهایی شدن دوسیه اونا رو با اتاق ما بیارن. درست است دکتر سعید. شما میگین بیمه نداره. متاسف هستم. کسایی که بیمه نیستن به شفاخانه گرفتن نمیتونیم. با پاس انسانیت حالا ما چی کنیم؟ عاجل وضعش خراب شد. برادر این شفاخانه سیوم است که آوردیم. حالی بمره؟ درست است اما اینجا یک شفاخانه خصوصی است. با شفاخانه دولتی ببرین. از دست ما چیزی نمیآید. شما هیچ انصاف ندارین. اگه امکانات می‌داشتیم بدون فکر کردن در یک شفاخانه به سرش میکردیم. نیست. لطفاً آرام باشین. حیف نیست چه بیسا؟ مشکلی داره؟ به خیالم شکر داره. بیچاره زنه هیچ کس قبول نمیکنه. شکرشی رو به حالت کما برده. فوراً سرویس عاجل آماده بسازین. زنده باشید. تشکر میکنم دکتر صاحب. خدا ازت راضی باشه. شفا باشه خاله. زنده باشی دخترم. شما بودین که از من مراقبت کردین. زنده باشی دخترم. یا لسیکو نمیفهمم بس حد یافتنم خوشنود شوم و یا از گذشته‌هایم رنج ببرم. چرا خاله؟ خدا رو شکر زنده استی. خداوند تو را به دوستدارانت بخشید. نکه کسی را نداری. وقتی که در دل یک انسان رحم و مروت نباشه در دور برش کسی خواد ماند. سال هاست که کسی دروازه مواز نکده. اولاد داشتم وارم به خاطر خودخواهی و پول دوستی از خود دل سرد کرده و دور ساختم. حال تنها در میدان ماندیم. بعد که پیسه دوای ما پیدا کرده نمیتونم. آه دختره اگه تو نمی بودی حال من چی خواد می شدم. دکتر خانم یک میمان دارین. خوش آمدی مادر جان. پروین دخترم چطور هستی؟ اما او بله مادر کلانم است. الماس پروین دخترم تو هستی؟ مستم مادر کلان مستم. چی؟ من برات نگفته بودم که دختران نباید مکتب بخوانن؟ هیچ چیز نشده. اینقدر پیسه مصرف شده. از کجا میشه؟ اوتر خواست چی بفهم شاید چی؟ در خانواده ما کدام دختر دیدی که مکتب خوانده باشه؟ ما مکتب نخواندیم جاهل ماندیم. چند سال دیگه لیسه بخوانه و بعدش تحصیل میکنم گفته اصرار کنه. باز او وقت مصارف بیبی تحصیل کرده چی خواد شد؟ بخیالم تو قدر پیسه داری که در هر جای باد کنی. خوب است دیگه چی فکر میکنی؟ پروینم اگه مکتب روا نکنی راحت میشی. خواندن و نوشتن میفهمه بس از دیگه. مکتب رفتنش نه به فایده توست نه به فایده ما. عروس شده به خانه مردم خواد رفت. شما تمام آرزوهای من برباد دادی. ها؟ آرزوهاش برباد رفته. دنیا به سرتان چپش شوه. به من چی؟ اگه میخواندی فقط که به من و بچیم کدام فایدید میرسید. چشمای تو بجز پیسه دیگه چیزا نمیبینه؟ به بهای گرفتن گناه همین معصوم پیسه رو پرستش میکنی؟ بس از دیگه. الا گم شوین از اینجا. برین الا براین از اینجا. براین دیگه نمیخوایم قوارایتان رو ببینم. براین گم شوین. میریم
میریم اما ایره بفهم که دیگر روی ما را نخواد دیدی. عاقبت او هرسی که چشمایت کور ساخته فلاکت است انشالله. دختره من مستحقی سزا است. مرا ببخشین دخترم. دخترم دختره. بیننده های عزیز، سوگند یاد کردن دروغین با وصف آگاهی از حقیقت حادثه از گناهان کبیره به حساب می آید. از آن خود کردن چیزی که حق ما نمی باشد، ادعا داشتن آن حق یک ظلم و بی‌عدالتی بزرگ است. بله بیننده های عزیز، باز هم رسیدیم به پایان یکی از قسمت های دیگر. حوادث اسرارآمیز زندگیتان را با ما در میان بگذارید، زیرا این حوادث افق دید ما را نسبت به زندگی وسعت می بخشد.